زیهی ای پیشوای ملتی من، امان باشی برای ملتی من. خداوندا تو را از غیب خود داد، اجابت شد دعای ملتی من. بیمان 100 سال و 100 قرن و همیشه، بیمان ای پیشوای ملتی من. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من شریف و محبه، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه میر سید علی همدانی، غالب دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است. در سال 2020 در ناحیه و ولایت جای یکم و در دور جمهوریوی جای دوم را اشغال کردم. مبارک باشد. رحمت. بابا جان عزیز و گرامی، آمدن شما را ما نورسان دیر باز انتظاره. از نام تمام کودکان و نورسان ناحیه سپاسگزاری خود را بر شما پیشوای ملت محترم جناب عالی میرسانم که توسط چنین یک آزمون با شکوه مثل فروغ صبح دانایی کتاب است، ما نورسان را سرجم کرده برای بلند برداشتن ذوق کتابخوانی و حس وطن دوستی هدایت نموده، زیرا که کتاب نه تنها سرچشمه دانش بلکه دوستی بهترین، استادی بی‌منت و بی‌غرض، راهنمای و راهگشا بوده و البته ما را به قله‌های بلند معرفت پروری و زندگی آسوده می‌رساند. در جواب به همه غمخوری‌های شما محترم پیشوای ملت، برای دانش اندازی ما نسل نورس کشور وعده می‌دهم که مؤسسه را با بهای اعلی ختم کرده در آینده وارث سینای بزرگ و پیرو اصیل پیشوای ملت خود به وطنم تاجیکستان که بهشت حقیقی روی زمین است خدمت نمایم. از توجهتان سپاسگزارم. خوش آمدید محترم پیشوای ملت و ناحیه میر سید علی همدانی. رحمت. پدر و مادرت چیکار میکنم دختر جان؟ محترم پیشوای ملت، پدرم از ناحیه میر سید علی همدانی صاحب معلومات عالی خواجگیدار و مادرم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان از ناحیه اشکاشیم صاحب معلومات عالی خانشین می باشد. چی آرزو داره یکی؟ محترم جناب عالی، من از خورده آرزو میکردم که شما را از نزدیک ببینم و به آرزویم رسیدم. پدر و مادرت یک جهان تشکر و منتداری ما را برسان. همینجا هستیم. سلامت باش. پیش من. حسن آفرین. سوالای باید ندادم اما سوالاشون را جواب دادید. چند سم گرفتید؟ 20,000. 20,000 گرفتم مگه؟ 20,000 آزمون دارم. محترم جناب عالی، وقت بیماری سیراتی کووید 19 جهان را به تشویش آورد،
من در نزد خود مقصد گذاشتم که بعد ختم مکتب میانه و دانشگاه طبی ابوعلی پیسینا داخل شده تمام نزدیکی‌های علمی طب را آموخته به حق وطن خود خدمت کنم. مکتب تموم کردی مایشوی کوت پرزنتی همون مقصد خاطی میرسید